سلام. این ویدیو برای روزیه که من 33 ساله شدم. ولی راستشو بخواین هنوز کامل قبولش نکردم. یه آدم 33 ساله تو ذهنم کسی بودش که دیگه باید خیلی چیزا رو فهمیده باشه، باید به یه جای مشخصی تو زندگی رسیده باشه، بدون کجا ایستاده، قراره با زندگیش چی کار کنه. حتی وقتی خودم 20 سالم شد 33 سالگی رو خیلی دور و خیلی بزرگ میدیدم. فکر میکردم آدم دیگه تو این سن باید یه نسخه کامل، مطمئن و موفق تر از خودش باشه. اما حالا که اینجا میفهمم واقعیت خیلی پیچیده تر از این حرف هست. نمیخوام بگم از جایی که الان هستم ناراضیم، واقعا اینطور نیست، اما اگه بخوام صادق باشم میدونم میتونستم جاهای بهتری هم باشم. میدونم بعضی تصمیم‌ها رو میتونستم زودتر بگیرم، بعضی مسیرها رو میتونستم ادامه ندم، بعضی آدما، بعضی قضاوت‌ها رو میتونستم خیلی زودتر رها کنم. اگه کسی از من بپرسه با تجربه 33 سال زندگی فقط یه درس به ما بده، فکر میکنم مهمترین چیزی که یاد گرفتم یک حقیقت تلخ ولی در عین حال رهایی بخشه. تلخه چون شاید اول حس تنهایی بهت بده، اما رهایی بخشه چون میتونه بخشی از وجودت رو آزاد کنه. همون بخشی که سالها سانسورش کردی، قایمش کردی، کوچیکش کردی، فقط چون میترسیدی دیگران چه فکری در موردت میکنن. اون حقیقت اینه که آدما اونقدری که ما فکر میکنیم به ما فکر نمیکنن، واقعا نمیکنن. ما گاهی سالها یه کاری رو شروع نمی کنیم، یه حرفی رو نمیزنیم، یه مسیر رو انتخاب نمی کنیم، یه ویدیو رو منتشر نمی کنیم، یک رابطه رو تموم یا شروع نمی کنیم، فقط به خاطر اینکه می ترسیم بقیه چی بگن. اما واقعیت اینه که آدما نهایتاً چند دقیقه درباره ما فکر کنن، شاید قضاوت کنن، شاید نظر بدن، یه چیزی هم به ما بگن، اما بعدش برمیگردن سراغ زندگی خودشون و دغدغه‌های خودشون. و اگه تو فقط به خاطر این ترس کاری که دوست داشتی رو انجام ندادی، باید بدونی یه جای مهمی از زندگیت رو به آدمایی باختی که شاید حتی یادشون هم نمونده تو چی کار کردی و نکردی. پس اگه کاری هست که همیشه دوست داشتی انجامش بدی و تنها دلیل انجام ندادنش اینه که بقیه چی میگن، به نظر من یه بار دیگه جدی بهش فکر کن. حرفتو بزن، تصمیمتو بگیر، کارتو بکن، اون مسیر رو انتخاب کن و یه نسخه واقعی تر از خودت تو زندگی باش. تا وقتی که تصمیمتو به کسی آسیبی نزنه، تو حق داری که امتحانش کنی، حتی اشتباه کنی. برای همین تصمیم گرفتم تو سالی که پیش رومه و قرار 33 سالگی رو زندگی کنم، کمتر قصه گذشته رو بخورم و بیشتر شبیه به خودم زندگی کنم، نه شبیه تصویری که جامعه از یک دختر 33 ساله داره. کمی صادق‌تر، شجاع‌تر و کمی آزادتر باشم. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. خیلی زود تو ویدیو بعدی میبینمتون.